السلام علیکم. محترم آقای صد، قبل از اینکه شما تشریف داریم ما یک دو فیلم دیدیم، یکی به نام مقاومت و یکی به نام بهای آزادی. واقعا صحنه‌های خیلی دلخراش بود. شاید اکثرت این دوستایی که در اینجا هستن اونا هم در دیدن فیلم با ما شریک بودن. جسدهای از افکار تکه تکه شده را دیدیم، از مردان تکه شده و مردم مهاجری که در شب در دره پنجشیر راه می‌پیمودند. واقعا دلخراش بود. واقعا صحنه‌هایی که وجود انسان را می‌لرزاند. و ما تازه از پاکستان افغانستان برگشتیم، 40 سال بود. متاسفانه روزایی را که در پاکستان بودم، مهاجرینی که در پاکستان تازه آمدند به چی بدبختی و فلاکت زندگی می‌کنند. و همچنین افغانستان باور کنیم ما احساس کردم که افغانستان یک صوبه از پاکستان شده، کاملا استقلال و هویت و آزادی خود از دست داده. بدون شک بعد از دیدن این فیلم و صحنه‌های دلخراش جسدهای تکه تکه شده، تقاضای بعضی دوستایی بود که حداقل اشک بریزند، نه اینکه با کف زدن‌های ممتدی نمیدونم چرا حافظه‌شان ضعیف شده. همون صحنه‌های دلخراشی که چند لحظه پیش دیدیم فراموش کردن و حالی بدون وقفه کف میزنن به عوض اینکه تکبیر بگویند یا حداقل تأثیر اظهار بکنن. و این ترتیب من صحنه‌هایی را که در پاکستان دیدم تا حالا هم نمیتونم او را فراموش بکنم و شاید اثر بسیار عمیقی بر ما گذاشتم. برادر محترم، شما را برادر خطاب میکنم، برادر ما هستیم و یک متل عربی، یک مقوله عربی خیلی مهمی است، شاید شما شنیده باشید، میگن صدیقک من صدقک لا من صدقک. دوست شما کسی است که به شما راست بگوید، نه کسی که شما را تایید بکند، نه کسی که به شما بلی بلی بگوید. من منحیث یک برادر کوچکتم، ما در حرفایتان به چند چیزی که به ما امید میداد متوجه شدم، ولی چند چیزی که واقعا ما دوباره مایوس کرد و او این بود که بعضی چیزها سطحی ما میگذاریم. مثلا سطحی نگری ما باعث شده که امروز افغانستان در بدر و آواره و تکه تکه و پارچه پارچه شود. شاید این دلیل بوده که ما در پاکستان بزرگ شدیم، تنظیم‌های ما در پاکستان اساس گذاشته شده. ولی فراموش نکنید نامه سر محترم، شما هم در پاکستان بودید، رهبر معظم شما هم در پاکستان بود، حکومت شما هم در پاکستان اساس گذاشته شد، در گورنر هاوس پاکستان اساس گذاشته شد. و شما فراموش نکنید که شما بودید که به استقبال طالبان رفتید، طالبانی که واقعا امروز هویتشان معلوم است که یک حرکت ضد ملی است و رهبر معظم شما میگفت که یک حرکت خودجوش است. من میگم عیب در این نیست که حکومت در کجا ساخته شد یا ما از کجا آمدیم. شما تاریختان سرگند است که با کدام وضاحت و شجاعت علیه دشمنان تاریخ و بشریت و اقلیم جنگیدید. شما همه ما میشناسید، از همه سنگرهایتان، از همه تکلیفاتان خبر داریم، از آوارگی و هجرتتان خبر داریم. یعنی شما چهره شناخته شده هستید، منتها سطحی نگری شما مرا آزار داد به خاطر از اینکه اصل بدبختی ما جنگ است. واقعا امروز افغانستان در بدر است، مردم آواره است به خاطر که در افغانستان جنگ است و یگانه عامل جنگ همی است که ما هم دیگر را نفی میکنیم. ما به این باور هستیم که از طریق جنگ میتونیم حریف از بین ببریم. شما خودتان اعتراف کردین که در سابق به جبهه سیاسی توجه نداشتین، ترکیزتان سر جبهه نظامی بود و بعدها گفتیم که شما قماندانایتان به شرق و غرب و شمال و جنوب فرستادین تا چی کار بکنند؟ آیا به مردم گل توزیع میکنند یا در اونجا شورهای جنگ روشن میکنند؟ آرزوی از شما ایست نیست یک برادر کوچکتان که بیاین تولرنس داشته باشین، هم دیگر را بپذیریم و برادروار دشمنان عقیده خود دفاعش بکنیم. و السلام علیکم. در ارتباط با مطالبی که برادر مطرح کردن، من چند چیز از قول خودشان گفتن که ما از افغانستان آمدیم و افغانستانی که من در اونجا دیدیم یکی از مثل یک صوبه پاکستان شده. به این ترتیب است. اینال وقتی که یک صوبه پاکستان شده باشه پس اونجا پای پاکستانی وجود دارد، مگر یک پای پاکستانی را در برابرش وظیفه ما چیست که چی کنیم؟ گل ببرم برش؟
به استقبال طالبا خود رفتی؟ بله مرد من این اعتراف میکنم که اول که طالبا حرکت شروع کردن ما ماهیتش نفهمیدیم، مگر از قلب بسیار یعنی از احساس نیک بود که از سبب ختم جنگ ما فقط با 2 نفر 3 نفر محافظ در بین طالبان در میدان شهر که در بین طالبان در میدان شهر بودن. کابل پیش ما بود، تانک داشتیم، توپ داشتیم، طیاره داشتیم، فقط برون با 2 یا 3 نفر در میدان شهر. دکتر صاحب مرا تا سر کوتل میدان شهر همراهی کرد. از او به بعد من خودم رمانه شدم که نتویجه باش متنها رفتم جلسه غیر از ملامه تقریبا همه شد، ملا ربانی، ترابی، همین رقم که نامایشان نکنم، ملا مشرو، خرد و کلان، ملا حسن همه. ما گفتم بگوی شما چی میخواید؟ گفتن که ما تطبیق شریعت میخوایم. 2 کمونیستان باشه. 3 اسلحه جمع شود. 4 مبارزه در برابر منکرات. تطبیق شریعتی که شمال میطلبه ما عمر خود از این خاطر صرف کرد. ای که کمونیستان در قدرت نباشه نجیب خود ما سقوط داد و ای که در برابر منکرات مبارزه شود هیچ مشکلی نداره. و در قسمت خیلی سرام ما گفتیم این دولت است، توپ داره، تانک داره، این یک سرگروه نیست که تو در رای غزنی فکر کرده باشی که سالای تبیدی. دیگه در قسمت یک حل اصلی قسمت فکر کنیم و سر حکومت بعدی ما دستم بگوییم که چی کنیم. یکی طرف دیگه سعی کردن، او طرف دیگه سعی کردن، اصلا جوابی نداشت. یعنی که بریم امرایشان صحبت کنیم به ایواز جنگ از طریق تفاهم. از این کده بالاتر چی کرده میتونست؟ من نمیخوام در اینجای مسائل شخصی رو مطرح کنم، از خود دفاع کنم، در این قسمت بگویم ای کردیم یا ای کرده. اولین باری که اتمتیارم در کابل راکت میزد، شما یقین کنین او طرف کار پیش پروردگار است، اجرم از خدا میخواهید. شما یقین کنین که این تا نزدیک بودخواست در منطقه حکمت آمد. تو بگوین این اصل چه؟ تو بگوین خواست تو چیست؟ امی جنگ به منظور چی؟